دوستان عزیز، اکنون ما توجه میکنیم به رقابت‌های خیلی حساس با نیروسنجی‌هایی که واقعا هم میان پهلوانان هم با هنر و هم چهره‌های ماندگار کشورهای آسیای مرکزی اینجا هم صورت گرفته ایستادند. احرار زیاداللایف از جمهوری ازبکستان و محمد شریف نجمیدینов از تاجیکستان، جفت دوم سبقت‌های نیمه نهایی در وزن تا 78 کیلو. ابوبکر با امید احسانов قهرمان جهان در کورش تا به وقت اضافه رقابت را ادامه دادند و ابوبکر با یک امتیاز پهلو ناکام شد و جای سوم را گرفت. امید احسانов از ازبکستان به فینال رفت و غالب این جفت را انتظار است. محمد شریف نجمیدینov را در سبقت‌های انفرادی قبلی خیلی از خود یک مهارت والا هم نشان داد. براستی خیلی کسبیت خوب، تفاوت امتیازهایش هم فرق کننده بودند. جمع نتایج به دست آورده هر دو پهلوان بهتر بود. احرار زیاداللایف هم رقیبی اولش را با دریافتی بسیار حتی پهلو هم بهاگذاری کردن ممکن است. این فکری من است. همچون شوره این لحظات را شاید داوری افغانستانی هم بله توجه کند به نوارهای تکراری. کاملا اینجا رقابت قطع می شد، اما پهلوان ازبکستانی رجوع کرد و همان چنگک را خیلی هم ماهرانه استفاده کرد. این بدن نیست، حتما باید پهلو بهاگذاری گردد. این از نقطه نظری خالصانه شرحی بنده و بله همین طور هم داور این گفته را کاملا تصدیق کرد. محمد شریف نجمیدینov عزیز تاجیکستانی از این دیدار خیلی هم هیجان و خیلی هم فرصتی نگران کننده هم بود. بعداً بهاگذاری شد. بیاد یک لحظه نوار تکراری رو میبینیم. اینجا شانه تخت پشت به زمین افتیده بود. کاملا بدن است، کاملا یگان جای شبهه هم نیست. در گشتینگیری این ترتیب بدن بهاگذاری می شود. اندکی باز هم طرز افتیدنش رو دغل‌تر می شود بیان کنیم. ملکه بیننده ذکی هم خود احساس می کند. این اگر اورنج هم دو اورنجی رقیب اگر دفاع کننده شانه ها یا کتف های ورزشگر باشد برای به تخت پوش نافتیدن، اینجا هم بله امتیازی بدن است. اما در جدا این الکی امتیازی فون بهاگذاری میگردد از اون قاعده هایی که 12 بنده که در فدراسیون بین المللی جودو در نظامنامه‌اش تغییرات وارد کرده. یا امتیازی هست اینجا ایپونه، لیکن امتیازی یوکو تکیه کننده به عملی پهلوانی که وزاری بهاگذاری گردد. پهلوانی ما آگاهانیده می شود. رفتی سبقت ورزشگران باز شدت دیگر می گیرد. محمد شریف در لحظه اندکی نگران کننده و سراسیمگی را داد. از این پیشتر هم موفق بود. خیلی یک جسارت خوب و بهتر و شایسته را هم سامان داده توانست. امتیازی پهلو خیلی خوب است. اگر این نتیجه را نگاه داشته تواند تا با آخر کار در این سمت جانبتر خواهد شد. اکنون با امید احسانov
نیروسنجی رو برای مقام اول ادامه خواهد داد. اکنون این رو وقت باز مشخص‌تر می‌سازد. پیشگویی فکر میکنم ضرورتی ندارد تا به اون لحظه که البته باز هم وقت هست. از سری اوستین اون طرز درست داشتنی که پنجه هایش رو فشار تپانچه و با اصطلاح پیستل داشتنی سری اوستینی حریف با پهلوان اهراز زیاداللایف آگاهی دادند. خیلی فرصت مشکل تنبیه به ورزشگری ما دادن. امتیاز بود، تنبیه شد، پهلو بهاگذاری گردید نجمیدینов. محمد شریف رفیقش هم جهد و تلاش و جدلهایش خیلی خوب و سری وقتی اند. حالا وقت زیاد است، 3 دقیقه اش سپری شد. 2 دقیقه دیگر پهلوانان تلاش خواهند کرد. یادآور میشیم که مرحله نیمه نهایی وزن تا 78 کیلوگرم نمایندگان تاجیکستان و ازبکستان از این پیش هم ورزشگران ما و کشور همجواری ازبکستان رقابت کردند. ابوبکر و امید ایسانov، نجمیدینov بسیار حالت خوب رو بهتر استفاده کرد. اون زمینه رو برایش خودی پهلوانی ازبکستانی احرار به وجود آورد. خیلی مبارزه پرشدت، تجربه غنی پهلوانان رو در سمت کشتیگیری خوبتر نشان داد. اما اهرار زیاداللایف هم ورزشگر تاجیکستان از ناحیه فیض آباد است. تلاششان خطرناک و گشتینگیریشان راستی اینجا خیلی هم احتیاطکارانه است. نجمیدینov فرصت مناسب را باز هم از حالت راست بودن فراهم آوردن نتوانست. مخلصان این شهباز سعید ابرارov است، همدسته خود را بسیار هم با هیجان زیاد دستگیری دارد. اشاره میکند که این نتیجه را تا به آخر نگاه داشتن لازم است. بهوده و بهوده نزدیک شدن، حرکت های نالازم را اینجا ساماندن در لازم. اما نشاد انا لحظه خیلی هیجان آور و خرسندی مخلصانی اشدی گشتینگیری. قهرمان جهان در رشته گشتین سمبا میان جوانان محمد شریف نجمیدینov توانست که یک تن از پهلوانان ناماشنای ازبکستان احرار زیاداللایف را شکست دهد، به فینال رود و قصد ناکامی ابوبکر باقیوف را شاید از امید ایسانov ازبکستانی ستاند. لحظه های تکرار را یک بار دیگر تماشا میکنیم. اکنون ابوبکر باقیوف احرار زیاداللایف رقابتی نیمه نهایی وزنی تا 70 کیلوگرم میان امید ایسانov و محمد شریف نجمیدینov به فینال برآمدند. نشان نقره قهرمانی جهان در رشته گشتیگیری در سال 2024 نماینده جمهوری تاجیکستان شاهیده خلندرova
با نامد جمهوری مغولستان گنبالد گنستسپ